سینم فکر میکنید چی توش باشه؟ بریم ببینیم چی توشه. اینی که من خریدم ریل کشوی ساچمه‌ای 30 سانتیه و میخوایم باهاش پاییده ریل درست کنیم. البته با یکی ریلمون رو برمیداریم و اونو باز میکنیم. این ریل 3 تیکه است و ما به این 2 تیکهش نیاز داریم و اینو لازم نداریم و این 2 تیکه در نمیاد از توی این ریله و باید از این ور دراریم. پس این قطعه پلاستیکی رو برمیداریم و با انبار دست این تیکه رو صاف میکنیم و به راحتی در میاریم. همین شکلی که میبینید یکم هم زور میخواد. 2 تا ساچمه داره و این دیگه با اینا کاری نداریم، میذاریمش کنار. به چند تیکه چوب احتیاج داریم که ارتفاع همشون 2 سانت و نیم